هنوز به یاد خونه همه دلامون خونه. هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه. سال سال این چند سال، امسال پارسال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پارسال. سال سال این چند سال، امسال پارسال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پارسال. من مایلم که اپلیکیشن ها بیشتر باشه، با اونایی که احتیاج به کمک دارن تمامشون کمک بشن. تمام مهمانان که از خارج آمدن متشکرم. من شما را دوست دارم. تدا ربا. اگر بدونید که جوانای ما چقدر افتخار میکنن به شما، چقدر به کمک‌های شما افتخار میکنن و واقعا لازم دارن کمک شما را. بدون علم و دانش ما اسرائیل هیچ آتیه‌ای نخواهیم داشت. خوشحال هستیم که اینجا هستیم. انشالله که بتونیم ادامه بدیم، هر سال بیاییم اینجا و کمک بکنیم. چه احساسی میکنه امشب؟ احساس به اصطلاح غرور و خوشحالی میکنم در اینکه در دانشگاه تل‌آویو در اسرائیل هستم و میتونم واقعا اینجا ادامه تحصیل بدم. خیلی خوشحالم. کشور اسرائیل وقتی میایم اگه خسته باشیم خستگیمون در بیاد. آینده کشور اسرائیل به دست دانشجویان ما هستن، جوانان ما هستن. سپاسگزاریم از اعضای بنیاد مکابی برای این کمکی که به نسل جوان ما میکنن. آینده کشور اسرائیل را و نجات کشور اسرائیل به دست اینا هستن. نفس کار بسیار خوبه و امیدوارم موفق بشن و هر سال مبلغ بیشتری باشه. همیشه فکر اسرائیل هستیم و این به ما امیدواری و دلگرمی میده. من شما را بوستان. این کمک مالی خیلی مهمه. امیدوارم اینطور باشه. تا وقتی که با همین، تا وقتی که این فداکاری جوانان شما هست، یهودی زنده است. باید علم و دانش برای جوانا باشه. من شما رو دوست دارم. این کمکی که ما، یعنی شماها در واقع به دانشجوهای ایرانی تبار میکنین از چند نظر مهمه. یکی این که اولا در زندگی هر کدوم از این دانشجوها موثره و تاثیر میذاره. ثانیاً این که با پیشرفت هر کدوم از این دانشجوها سطح اجتماعی و فکری و تحصیلی و حرفه‌ای ایرانی ها و ایرانی تبارای اسرائیل بالا میره. تاج افتخاری که شما بر سر فرزندان ما ایرانیان مقیم اسرائیل گذاشتید، امیدوارم هر سال با کمک های شما بتوانیم این تاج رو ما بگذاریم و افتخار بکنیم به افرادی مثل شما که دوستداران اسرائیل هستید. به این کار خیرتون ادامه بدید که هر سال چقدر دکتر و مهندس و وکیل و حسابدار میاد بیرون. من مثل هزارها دانشجو از بنیاد مکابی کمک مادی گرفتم. بی‌نهایت متشکرم. اصلا این کارا آسون نیست. I think it's also important that we send a message to the Iranian Jewish community still in Iran that we take care of those who come here, and we hope that all of them would come here. So it's a double good that this fund is doing, a direct one. Shalom, salam. Man Dr. Reut Klein. I'm working in Kaplan Hospital in Rehovot. Bonyad Maccabi, Eftekhar Mane.
بنیاد خیلی مهمه. من هیچ وقت فراموش نمی کنم. کمک شما خیلی مهمه. من افتخار می کنم به بنیاد مکابی. خیلی ممنون از شما. با امید دیدار در اسرائیل. خدا بزرگه. زنده باد ملت یهود، زنده باد کشور اسرائیل، زنده باد آزادی.